بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم از بلژیک، شیعه هدایت یافته. یه دو تا مطلب هست که البته به عنوان یک راهنمایی عرض میکنم برای شیعیانی که هنوز راه گم کردند. عرض میکنم خدمت این آقایان که قرآن شریف کتاب رمز موساد و اینتلیجنس سرویس انگلیس و CIA آمریکا نیست. قرآن کتاب هدایت است برای همه مردم جهان. نمونه آیه قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. کتابی است برای زندگان و هدایت و رستگاری بشر. به همین دلیل اسم آن قرآن است، یعنی کتابی برای خواندن و تدبر در آیات آن و اطاعت از دستورات خداوند، نه اینکه آخوندان رافضی و مشرک برای گمراه کردن و دور کردن مردم از خدا و رسولش و برای اینکه مردم مشرک باقی بمانند آیات را با هوا و هوس خود تعبیر و تفسیر می‌کنند. مثلا میگویند تین و زیتون یعنی حسن و حسین رضی الله عنه، لولو و مرجان یعنی فاطمه و علی، عروة الوثقی یعنی حضرت علی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الذین یعلمون یعنی اهل بیت و لا یعلمون یعنی دشمنان اهل بیت، که منظور آخوندا از دشمن همانا اهل سنت و جماعت است، چون آنها را دشمن اهل بیت می‌دانند. انا اعطیناک الکوثر. کوثر یعنی فاطمه. من به عنوان کسی که 50 سال شیعه بودم از آقایون ماموران وزارت اطلاعات و آدمخوران ولایت فقیه خواهش میکنم با سند و مدرک جواب دهند که این خزعبلات را از کجا آوردند. لطفاً تلفن کنید و در برنامه جناب آقای انصاری جواب بدهید. منتظر جواب هستم. و در ضمن خداوند را سپاس میگویم که با راهنمایی‌های ارزنده جناب آقای انصاری و سایر اساتید از شرک بتپرستی جدا و به وادی توحید قدم گذاشتم و برابر این حدیث لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق. و سلام. الله نگهدار همه تان باشد. خدا حافظ.